سلام دوستان، من سعید هستم. با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم در مورد رمز انقلاب. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم من خواستم ازتون درخواست کنم که ویدیو رو لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید. من برای اینکه بتونم ویدیوهای بهتری بسازم به این لایک و سابسکرایب هایی که شما میکنید احتیاج دارم و واسه اینکه بتونم کیفیت ویدیوها رو بهتر کنم، واسه اینکه بتونم به هر حال کانال گسترش بدم، بابت اینکه مخاطبای بیشتری داشته باشه و افراد بیشتری بتونن این ویدیوها رو ببینن، به این لایک ها، به سابسکرایب شما احتیاج دارم. پس ممنون میشم که این کار رو انجام بدیم. ویدیویی که امروز میخوام دربارش صحبت کنم در مورد فردی به اسم آقای روحی هستش، جواد روحی. ایشون توی اتفاقاتی که پارسال توی نوشهر، توی همون زندگی آزادی در نوشهر لا اتفاق افتاده بود، شلوغ قلوغ شده بود و این چیزا، ایشون هم وسط جمعیت بوده و همونجا دستگیر میشه، حالا به جرم آتش زدن قرآن و به جرم حالا یه سری رفتارهایی که حالا همون موقع وسط زندگی آزادی میشد و این چیزا. ایشون متاسفانه چند روز پیش فوت میکنه، توی زندان مسموم میشه و داشتن میبردنش بیمارستان واسه اینکه بهش رسیدگی بشه. حالا یا توی راه یا موقعی که میرسن بیمارستان حال ایشون بد میشه و فوت میکنه. ما امروز میخوایم در مورد این موجی که راه افتاده توی دوباره فضای رسانه‌ای توسط همون کسایی که پارسال قضیه مهسا امینی رو حالا خیلی بولدش کردن، خیلی بزرگش کردن و این چیزا، بریم یه روندی ببینیم بابت این که اینا چجوری دوباره دارن هموطن به پاخیز میگن دیگه، میگن آقا پاشید، دوباره نمیدونم دارن ازتون کشته میگیرن، دوباره دارن فلان میکنن. اولین شخصی که حالا من خیلی دیدم داره خودشو پاره میکنه سر این چیزا مسیح علی نژاده. مسیح علی نژاد اومده همونطور که میبینید یه پستی گذاشته تو این اینستاگرامش، جواد روحی را هم تبدیل به اسم رمز انقلابمان کنیم. این جواد روحی رو هم عین دقیقاً مهسا امینی همون جوری دوباره شلوغ کنیم، شروع پروغ و فلان و این چیزا. این از این. میبینید حالا پستای دیگه‌ش هم گذاشته پسرش جواد روحی را کشتن. ایشون پدر جواد روحیه که حالا پسرشون فوت کرده. افراد دیگه دقیقاً این همون پارسال، آقای سروش هیچکس یکی دو روز بعد از فوت همین آقای روحی یه توییتی زده: هیچ چیز بدتر از موندن این تروریست‌های اشغالگر نیست، از جمله جنگ داخلی. نظام سالهاست که با قتل و غارت و تجاوز به مردم استارت جنگ داخلی رو زده و تا آخرین کوچه هم مقاومت خواهد کرد. اگر از جنگ داخلی بیشتر از استمرار جمهوری اسلامی هراس دارید، از همین الان بازنده‌اید. ببینید دوستان، دوباره این شغال ها شروع کردن به وو کردن و به هیاهو و به این چیزا. حالا تو این که آقای جواد روحی مسموم شده و این چیزا، هر چقدر حالا رسانه‌ای که حالا طرف به حساب حکومت، طرف داخلی، کسایی که ایران، هر چقدر اینو بگن، اون کسی که براندازه قطعا این چیزا رو باور نمیکنه و میگه نه دروغ اینا و اینا قطعا کشته شدن این بچه‌ها. یک سابقه حالا ایشون داره. این خبرایی که من دارم میدم اینا خبرای رسمیه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گذاشتن بابت این که میگن ایشون سوء سابقه تشنج داشته، سوء سابقه استفاده از مواد مخدر داشته، حالش حالا هر چند وقت یه بار بد میشده، تشنج میکرده، میبردنش بیمارستان. توی مورد آخری که حالا توی زندان بوده تشنج میکنه و میره اونجا هم فوت میکنه. یک سری به حساب سندا هم گذاشتن، برگ گزارش عمل جراحی و برگ پذیرش و خلاصه ترخیص بابت اینکه حالا ایشون حالش بد شده بوده و بله، همونطور که میبینید دوباره این لاشخورا شروع کردن به هیاهو و دوباره شروع کردن آقا به پا خیز و بیا بیرون و فلان و این چیزا. من به این که حالا این افرادی که حالا به اسم میگن که جمهوری اسلامی باید بره و براندازه و اینا، من میدونم که قطعا این چیزا رو باور نمیکنه. قطعا میگه که آقا نمیدونم، نه اینو خودشون کشتن، کار خودش، دوباره اون کار خودشونه ها شروع میشه. اما من یه صحبت باشون دارم. سال پیش شما دیدید هرچی هیاهو اینا کردن، شما اومدید بیرون کتکش رو شماها خوردین، چه میدونم اون بهایی که قرار بود بدین بهاش رو شما دادین، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و اینها رفتن فاندشون رو گرفتن. مسیح علی نژاد خب دیدید 3.5 میلیون دلار پول گرفت، اون سروش هیچکس 400,000 دلار پول گرفت، اون یکی فرهمند علیپور خونه خرید تو ایتالیا. هر چقدر شماها بخواین خودتون رو بابت حرفا، من نمیدونم حالا نظرتون در مورد جمهوری اسلامی هم هر چی که هست
حالا درسته نظراتمون متفاوته، مخالف هم دیگه ایم، اما نظرتون هر چی که هست به هر حال این کارهایی که اینا میگن انجام بدین قطعا به اون نتیجه‌ای که شما میخواین نمیرسین. نتیجهش رو همینها خواهن، یعنی به اون ثمره‌ای که میخوان رو خود همینها میبینن، ثمرش رو شما قطعا نمیبینید. این اتفاقایی که میگن جمهوری اسلامی رفته، اینا رو بذارید کنار. جمهوری اسلامی رفتنی نیست دوستان، انقدر خودتون رو گول نزنید. تموم شده رفت. پشت پراید دلار هم قایم نشین. اینا مشکلشون با جمهوری اسلامی چیز دیگه ایه. شما، منم نمیدونم، شمایی که حالا هر کی داره این برنامه رو نگاه میکنه ممکنه یه مشکل دیگه ای با جمهوری اسلامی داشته باشه، اما پشت پراید دلار خواهشاً قایم نشید دوستان. اوضاع اقتصادی داخلی کشور روز به روز، خدا رو شکر الحمدلله، روز به روز در حال بهتر شدن. البته انتقادایی هست با آقای رئیسی، به کل تیمش، به تیم اقتصادیش، به همه چیش انتقاد هست. منتها اوضاع رو به درست شدنه. اوضاع رو به داره طرفی میره که ما بالاخره بعد از چندین سال، بالاخره بعد از اون شیخ حسنی که میومد میگفت اشاره نمیدونم اوضاع چی برجامو امضا کنیم همه چی درست میشه و فلان، خود من هم حتی متاسفانه اون دور اول بهش رأی دادم و این، حالا کاری با این چیزا نداریم، اما اوضاع دوستان رو به درست شدنه. ببینید کاهش قیمت ماشین تو این چند روز که خبرش اومده قطعا شنیدین، کاهش قیمت ماشین رو که شنیدین، کنترل تورم رو که دیدین، حالا من نمیخوام بگم آی اوضاع نه، قطعا باید بهتر از این چیزی که هست بشه. نمیگیم اوضاع خوبه، اوکی، همه چی گل، بلبل، سنبل، نه آقا جان، اوضاع باید از این چیزی که هستن بهتر بشه. منتهاش اینه که رو به خوب شدنه، یعنی رو به طرفی داره میره که قطعا تا 5 سال دیگه، 6 سال دیگه اوضاعمون این چیزی که الان هست بهتره. نذارید با این صحبت گولتون بزنن. ببینید من حالا چند تا، البته من یه ویدیو هم آماده کرده بودم، ویدیو ملاقات به حساب جواد روحی با رئیس زندان. این عکسی هم که حالا گذاشته بودن، این عکسی که مسیح علی نژاد گذاشته بود، این عکس سمت راستی که مشاهده میکنین که تو بیمارستان خوابیده، این عکس مال 1 سال پیشه، این اصلا مال الان نیست، این عکس مال دقیقاً 1 سال پیشه. اما یه ویدیویی منتشر شده از ملاقات رئیس زندانی که حالا تو همون شمال بود، تو نوشهر دستگیر شده بود دیگه، با جواد روحی. هر روزم بهشون سر میزدن، به حالا جواد روحی و به افراد دیگه. ببینید حال ایشون کاملا خوب هست، اوکی هستن ایشون. همونطور که میبینید حال ایشون خوبه، ایشون داره با رئیس زندان صحبت میکنه آقای جواد روحی و میبینید که حال اونچنان بدی هم نداره، یعنی 1 سال حالش اوکی بوده تا اون موقعی که تو زندان بوده ایشون. خواستم بگم اگر دروغی میگن بهتون، اگر دوباره دارن شیر میکنن، دوباره هندونه میذارن زیر بغلتون، آقا نمیدونم شما چی از شما میترسن فلان، نه اینطوری نیست. هیچ کس از شما نمیترسه دوستون، نیروی امنیتی قطعا از شما نمیترسه. اگر هم حالا بهتون رحم کنن، به هر چیزی کنن، قطعا اینه که دلشون به حال شما سوخته، دوست دارن باهاتون صحبت کنن، مجابتون کنن، دوست دارن به حساب کانوینستون کنن. این ویدیو همونجور که میبینیدم دقیقا ملاقات رئیس زندان با جواد روحی که میبینید سالم ایشون. خب بریم سراغ حالا خبر اقتصادی داشتم میگفتم. ببینید خبر اقتصادی که تا الان اومده، کاهش قیمت ماشینه، عضویت ایران تو بریکس، چه میدونم افتتاح فاز 11 پارس جنوبیه. ببینید اتفاقا، این زنجیره اتفاقایی که داره این روزا میفته، حالا وارد شدن جنگنده یا که 130 و این چیزا، اینا اتفاقات خوبیه که کم کم داره میفته و اینها هم مربوط به اون نظام گذاریه که حالا داره، اون نظم جهانی که داره عوض میشه. ما هم به حساب توش به خاطر اینی که نقش داریم، اون کشورهای ابرقدرت، کشورهای مثل حالا چین و مثل همون آمریکا، به خاطر اینکه تو این منطقه خاورمیانه ماها نخوایم مثلا قش کنیم رو به یه وری، این امتیاز میده، اون امتیاز میده، این میگه آقا بی با من توافق کن، اون میگه نه بیا من به جنگنده میدم، من چه میدونم چی میدم، تو به من پهپاد بده. اینا بده بستوناییه که ماها توش دست و نقشی نداریم. اون تا به حساب اتفاقای خوبی قراره بیفته، یعنی بابت این که حالا قرار اوضاع خوب بشه خیالتون راحت باشه. یه دونه این یه عکس هم که ببینیم، این عکس اجلاس بریکس هستش که ایران و چند تا کشور دیگه، 23 تا کشور درخواست داده بودن، ظاهرا با 6 تاش موافقت میشه که ایران و عربستان و مصر و آرژانتین و اتیوپی و جزوش بودن دیگه. یه ویدیو هم من آماده کردم، دیدم گرفتم که واسه شما هم بذارم. ویدیو افتتاح فاز 11 پارس جنوبی هست. اما خوشبخت این ویدیو رو من بهتون قول میدم هر دولت دیگه‌ای،
افتضاحه. یعنی این دولت آقای رئیسی توی بحث رسانه واقعا افتضاحه. این فاز 11 و اون بریکس و این جنگنده و این فلان و اون کاهش قیمت ماشین و اینا، هر دولتی، نه فقط دولت حسن روحانی، هر دولتی تو هر جای دنیا انجام داده بود یه جوری پرچمش میکرد، اصلا دومی نداشت. این اصلا ما باید مثلا من تو خونهمون باید بشینم اینجا در مورد دستاوردهای دولت و فلان، اونم فقط خدا گواهی واسه اینه که جلوی ناامیدی رو بگیرم، این فاز ناامیدی که افتاد. این فیلمو با هم ببینیم. شرکت ملی نفت ایران با ابتکار عملی توانست فاز 11 را 3 سال زودتر از موعد عملیاتی کند. جابجایی یکی از سکوهای فاز 12 که تولید آن دیگر اقتصادی نبود، به عنوان یکی از گزینه‌ها برای تولید زود هنگام از فاز 11 در دستور کار قرار گرفت. جابجایی این سازه ریسک بالایی داشت و حتی در دنیا چنین جابجایی میبینید چه کار عظیمی بوده. جابجایی یه فاز دیگه‌ای که صرفه اقتصادی نداشته و حالا فاز جدیدی که اومدن دوباره افتتاحش جایی نیز کم نظیر است. این اولین تجربه ایران در جابجایی سکو از دریا به دریا بود و با وجود محدودیت‌های بین المللی شرایط این جابجایی برای ایران پیچیده‌تر نیز شده بود. اما در نهایت با پذیرش ریسک از سوی مدیران و کارکنان صنعت نفت و با کمک متخصصان و کارشناسان ایرانی، آذر ماه سال پیش برش پایه‌های سکوی 12C انجام شد و این سکو بر روی شناور قرار گرفت و با تکمیل حفاری 4 حلقه چاه 7 تیر ماه این سکو در موقعیت فاز 11 نصب شد. تولید اولیه از این فاز روزانه 11 تا 15 میلیون متر مکعب گاز غنی خواهد بود که به تدریج افزایش خواهد یافت و با نصب سکوی دوم که در حال ساخته است، برداشت از این فاز به 56 میلیون متر مکعب گاز 56 میلیون متر مکعب، این عدد درخوریه واقعا. گاز، 50,000 بشکه میعانات گازی و 750 متریک تن گوگرد در روز خواهد رسید و برآورد می شود که با تکمیل این پروژه تا 10,000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و 5 میلیارد دلار سالیانه درآمد برای کشور به ارمغان خواهد آمد. امسال آخرین فاز دریایی پارس جنوبی به نتیجه رسید و دولت 13 توانست با مجاهدت کارکنان و متخصصان ایرانی صنعت نفت کشور پروژه ای را که 20 سال روی زمین. خب ببینید دوستان، میتونید، من این روی صحبتم با اونایی که میگن جمهوری اسلامی باید بره به حساب، حالا اصطلاحاً بهشون میگن برانداز و فلان، میتونید بشینید پای صحبت‌های هیچکس و مسیح علی نژاد و نمیدونم اون یکی رضا پهلوی و این چیزا بشینید واسهتون داستان سرایی کنن، آره نمیدونم جنگ داخلی را بندازید، بزنید بکشید فلان، که اینا فاندشون رو بگیرن پول بره تو حسابشون. میتونیدم با این خبرایی که درستی که هست، من میدونم اختلاس هست، من میدونم دزدی هست، من میدونم فلان هست، منتها مسیری که داریم میریم مسیر خوبیه. یعنی این جاده‌ای که انتخاب کردن، این ریل گذاری که کردن، این مسیری که دارن میرن، این مسیر اطلاع ایران، این مسیریه که من و شمایی که جوونیم، حالا کسی که جوونه داره این ویدیو رو نگاه میکنه، قطعا آینده بهتری از چیزی که الان هستیم خواهیم داشت. به حرف این شغالهای فاند بگیر گوش نکنید، اینها قطعا اومدن واسه ناامیدی من و شما. این دولت آقای رئیسی هم همونجوری که میبینید ایشون اصلا هیچ استعدادی تو رسانه و این چیزا نداره دیگه، هیچ انگار کلی کار کرده ولی زبون نداره بگه هیچ کدومشو. این چیزا رو میتونید بیاید ببینید، این کارا رو میتونید، حالا تصمیم با خودتونه دیگه، میتونیدم برید تو خیابون خدای نکره کتک بخورید، چش و چالتون اتفاقی براش بیفته، هر چیزی. فاندش رو هم مسیح علی نژاد میگیره، ویلاشو اون میخره، خونهشو فرهمند علیپور میخره. شما چی گیرت اومده؟ هیچ. قطع به یقین جمهوری اسلامی هم نخواهد رفت. ممنونم از اینکه به این ویدیو هم گوش کردید، ممنونم ازتون، لطف کردید.